وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علی جان خوب هستی؟ الحمدلله. ماشاءالله. علی جان بله. روزه داری؟ نه، چرا؟ روزه به من فرض نشده. ماشاءالله. اگه فرض شما میگیری؟ بله. ماشاءالله. امروز آماده هستی بخیر که چند سوال جواب بکنیم به دوستا؟ بله. ماشاءالله. خب تو کی هستی؟ مسلمان. آفرین. دین ما چی است؟ اسلام. اسلام یعنی چی؟ تسلیم شدن به الله. آفرین. ماشاءالله. بسیار عالی. علی جان بله. یک نفر قبل از اینکه بالای ایمان بیارد چی باید بکنه؟ به طاغوت کافر باشد. آفرین. میتونی که لا اله الا الله رو معنیش بر ما بگویی؟ بله. بگو بر ما. لا اله الا الله محمد رسول الله. هیچ معبود لایق عبادت نیست بجز الله. محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر را فرستاده الله می باشد. آفرین. ماشاءالله. خب ایمان چند رکن داره؟ 6 رکن. آفرین. ماشاءالله. رکن اول ایمان چیست که ایمان به کی داشته باشیم اول؟ الله. خب دوم به کی ایمان داشته باشیم؟ ملائکه. سوم به کی ایمان داشته باشیم؟ به کتاب ها آسمانی. آفرین. چهارم به کی ایمان داشته باشیم؟ به پیغمبران. آفرین. پنجم به کی داشته باشیم؟ به روز آخرت. ششم به کی ایمان داشته باشیم؟ ششم قضا قدر. به قضا و قدر. آفرین. خیلی زیبا. خب ارکان اسلام رو گفته میتونی؟ اول چی است؟ اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج. آفرین. ماشاءالله. خب علی جان بله. نماز چی است؟ عبادت. روزه چی است؟ عبادت. زکات چی است؟ عبادت. حج چی است؟ عبادت. ذبح چی است؟ عبادت. قیام چی است؟ عبادت. خب رکوع چی است؟ عبادت. سجده چی است؟ عبادت. امین ها برای کی صورت بگیره؟ الله. آفرین. اگر همین عبادات برای غیر الله انجام بدیم چی میشه؟ مشرک. آفرین. در خانه که اول میری چی میگویی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله. خیلی خوب. خب میتونی برای ما تلاوت کنی؟ بله. یک سوره رو بر دل خود تلاوت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ماشاءالله. خوب بود. عالی بود. خوب بود علی جان. ماشاءالله. موفق باش.